تا 20 میلیون تومان تجهیزات ترید چی بخریم؟ درود و مخلص، دایان هستم و به ریویو خیلی خوش آمدید. این ویدیو قراره این پول 20 میلیون رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یه 10 تومن اول، یه 10 تومن دوم. 10 تومن اول رو بنده ترجیح میدم که یه صندلی خوب بخرم که ارگونومی مناسبی داشته باشه. ولی چرا؟ چون قراره ساعتای زیادی رو پای چارت بشینم، بحث آموزش، ترید، تحلیل، بک تست و ژورنال نویسی رو وقتم رو صرف این کار کنم و نیاز به یه صندلی راحت دارم که بتونم تایم بیشتری رو پای سیستم بشینم و خستگیم رو کمتر کنه. این نکته خیلی مهمیه. چه نوع صندلی بخریم، از چه برندی بخریم تفاوتی نمیکنه، فقط دنبال صندلی باشید که از ارگونومی مناسبی برخوردار باشه، استاندارداش رو رعایت کرده باشه. این برند نیلپر هستش. سال 98 به مبلغ 200 اگر اشتباه نکنم خریداری کردم. هنوز سال 1404 داره کار میکنه، هیچ مشکل خاصی پیدا نکرده. حتما این نکته‌ای که به شما توصیه می‌کنم، از پایه‌های فلزی استفاده کنید. شما اگر پایه فلزی داشته باشید برای شما عمر بیشتری رو خواهد داشت و شکننده نیست. 10 تومن دوم رو چیکار کنیم؟ ببینید تو هر خانه حداقل یک کامپیوتر قدیمی، یک لپتاپ قدیمی وجود داره. اگر چنین چیزی رو داخل منزلتون دارید، مشخصات سخت افزارش رو تو بخش کامنت ها برای من بنویسید که ببینم وضعیتش چجوری، آیا قابل ارتقا هست یا نه. ولی معمولا سیستم‌های قدیمی که من خودم یکیشو دارم که این سیستم برای سال 88 هستش، 1 گیگ رم داشت که من اون رو ارتقا دادم به 2 گیگ رم، یه گرافیک 512 داشت که من اون رو ارتقا دادم به گرافیک 1 گیگ و هنوز داره کار میکنه. و برای بحث ترید چون منابع زیادی رو احتیاج نداریم، سیستم سخت افزاری قوی هم لازم نیست. نهایتا همون 2 گیگ رم خیلی بخوایم دست و دل بازی کنیم، نهایتا 4 گیگ رم، یه گرافیک 1 گیگ یا حتی گرافیک آنبوردی که روی سی پی یو قرار داره کار شما را راه میندازه و تصویر رو به شما میده. اگر چنین سیستمی رو در منزل دارید، همون رو بیاین یه دست سر روش بکشین و کارتون راه میندازین و 10 تومن دوم رو خرج مانیتور کنید. چرا که مانیتور همونطور که صندلی باعث میشه که خستگی شما کمتر شه، تو بخش مانیتور هم برای شما تاثیر میذاره. حالا اگر لپتاپ داشتید یا سیستم داشتید، یه مانیتور دوم رو میتونید به کار اضافه کنید و خیلی راحت تصویر بزرگتری رو در اختیار داشته باشید و به چشمتون کمتر آسیب بزنه. اما اگر در منزل سیستم ندارید یا توی خونه لپتاپ قدیمی ندارید، خیلی راحت میتونید از طریق آگهی دیوار یا دوست همسایه یه سیستم دست دوم تهیه کنید. در حد همون 3-4 تومن پیدا میشه با فول تجهیزات. بحث موضوع که بردم معمولا روشه، یه سرچ تو دیوار بزنید خیلی راحت پیدا میشه. اگر میخواید 10 تومن دوم رو تو بخش سیستم هزینه کنید، یه لپتاپ 10-11 میلیونی رو میتونید تهیه کنید و حتما اطمینان پیدا کنید که وسیله سالم باشه، مشکل خاصی نداشته باشه. حتما ویدیوهای مرتبط با نحوه خرید وسیله دست دوم رو هم ببینید. خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و ویدیو رو برای دیگران بفرستید. تا درودی دیگر، بدرود.